قاعده 63 اقسام صفات الله را از نگاه لفظی بدانیم. حالا اینجا گفتیم که یکی صفت در لغت به معنای وصف است و نشانه، از وصف گرفته شده به معنای نشانه، و در اصطلاح صفات الله صفات کمال هستند که به ذات الله قائم می باشند. صفات الله به دو بخش تقسیم میشه، به دو اعتبار تقسیم میشه، یکی به اعتبار لفظ و دیگهش به اعتبار معنا. صفات الله به دو اعتبار تقسیم میشه، یکی به اعتبار لفظ و یکی هم به اعتبار معنا. به اعتبار لفظ صفات الله سبحانه و تعالی قاعده 64 است که اقسام صفات الله را از نگاه لفظی بدانیم. از نگاه لفظی صفات الله 4 قسم تقسیم میشه. فکرتان باشه از نگاه لفظی 4 قسم است. اول تقسیمش به نام اسماء و صفات است. قسم اولش اسماء و صفات است. قسم دوم صفات است که در قرآن و سنت آمده به شکل مضاف و مضاف الیه. فهمید؟ یعنی مضاف و مضاف الیه. مثلا منزل الکتاب، منزل الکتاب، رفیع الدرجات. فهمید؟ یعنی پس صفات الله قسم اولش به شکل اسماء و صفات آمده. هو الله الذي لا اله الا هو الحی القیوم. فهمید؟ یعنی قسم دومش به شکل چی آمده؟ مضاف و مضاف الیه آمده. قسم سومش به شکل جمله آمده. یک صفت الله هست به شکل اسماء و صفات نامده، به شکل مضاف و مضاف الیه نامده، به شکل جمله اسمیه و جمله فعلیه آمده. صفت الله هست. قسم چهارم به شکل یک خبر آمده، به شکل یک خبر آمده.